آیا تا به حال متوجه کسی شده اید که هیچ وقت عکس‌هایش را در اینترنت منتشر نمی کند؟ نه سلفی، نه عکس از جشن‌ها، نه هم به روزرسانی از زندگیش. در دنیایی که توجه و دیده شدن پاداش دارد، این افراد تقریباً نامرئی به نظر می رسند. اما روانشناسی می گوید این رفتار تصادفی نیست. در واقع این رفتار چیزهای زیادی را درباره اعتماد به نفس، طرز فکر و هوش هیجانی آنها آشکار می کند. بیایید روانشناسی واقعی افرادی را بررسی کنیم که عکس‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نمی‌کنند. 1. حریم خصوصی مهمتر از محبوبیت. روانشناسان می‌گویند افرادی که به ندرت عکس‌هایشان را منتشر می‌کنند، معمولاً گرایش بالایی به حفظ حریم خصوصی دارند. یعنی آنها دوست دارند کنترل کنند که دیگران چه چیزهایی را درباره آنها ببینند و چه برداشتی از آنها داشته باشند. آنها ضد اجتماع نیستند، فقط از فضای ذهنی خود محافظت می کنند. در حالی که بیشتر مردم از طریق لایک ها و نظرها به دنبال تایید دیگران هستند، این افراد به تایید خودشان تکیه می کنند. آنها لازم نمی بینند زندگیشان را به همه اعلام کنند تا احساس خوبی داشته باشند. و این نشانه ای ظریف از امنیت درونی است. 2. خودآگاهی قوی. پژوهش‌ها درباره شفافیت مفهوم خود نشان می‌دهد افرادی که کمتر در فضای آنلاین چیزی به اشتراک می‌گذارند، معمولاً درک روشنی از هویت خود دارند. آنها ارزش‌ها، هدف‌ها و چیزهایی را که واقعاً برایشان مهم است می‌شناسند، بدون اینکه به تایید دیگران نیاز داشته باشند. به همین دلیل کمتر دنبال مدها و ترندها می‌روند یا خود را با دیگران مقایسه می‌کنند. خوشبختی آنها به واکنش دیگران وابسته نیست، بلکه از درون خودشان سرچشمه می‌گیرد. 3. امنیت عاطفی و اعتماد به نفس درونی. کمتر پست گذاشتن اغلب با عزت نفس سالم و پایدار ارتباط دارد. نوعی اعتماد به نفس که برای زنده ماندن به توجه دیگران نیاز ندارد. آنها سلفی منتشر نمی کنند تا ارزش خود را ثابت کنند، چون از قبل احساس کامل بودن می کنند. روانشناسان می گویند افرادی که چنین تعادل عاطفی دارند کمتر دچار اضطراب می شوند، کمتر به دنبال تایید دیگران هستند و بیشتر روی هدفهای واقعی زندگی تمرکز می کنند. 4. متفکران عمیق، نه خودنماها. افرادی که در فضای مجازی ساکت‌تر هستند، معمولاً بیشتر اهل تفکر و درون نگری‌اند. آنها پیش از صحبت کردن فکر می کنند و فقط زمانی چیزی منتشر می کنند که واقعاً ارزش به اشتراک گذاشتن داشته باشد. این ویژگی از یک خصوصیت شناختی به نام کانون ارزیابی درونی ناشی می شود. یعنی آنها خودشان را بر اساس معیارهای خودشان قضاوت می کنند، نه بر اساس معیارهای دیگران. آنها گفتگوهای واقعی و صمیمانه را به تعاملهای سطحی ترجیح می دهند. 5. آنها توهم دنیای دیجیتال را درک می کنند. بسیاری از این افراد می دانند که شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه می توانند واقعیت را تحریف کنند. روانشناسان این موضوع را نظریه مقایسه اجتماعی می نامند. حالتی که در آن افراد دائما ارزش خود را با لحظه‌های بظاهر بی‌نقص زندگی دیگران مقایسه می کنند. این افراد با کمرنگ نگه داشتن حضور خود در فضای مجازی از سلامت روانشان در برابر این چرخه بی‌پایان مقایسه محافظت می کنند. آنها آرامش را به نمایش دادن ترجیح می دهند. سخن پایانی. پس دفعه بعد که با کسی روبرو شدید که عکس‌هایش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نمی کند، فکر نکنید که او خجالتی یا ضد اجتماع است. شاید او فقط از بسیاری از افراد حاضر در فضای آنلاین باثبات‌تر، از نظر عاطفی باهوشتر و از خودآگاهی بیشتری برخوردار باشد. آنها لازم نیست دیده شوند تا احساس کنند دیده شده اند و این همان اعتماد به نفس واقعی است. اگر دوست دارید بدانید چرا انسانها به شیوهی که فکر می کنند و رفتار می کنند عمل می کنند، همین حالا این کانال را دنبال کنید، چون در این کانال ما فقط زندگی مردم را مرور نمی کنیم، بلکه ذهن آنها را رمزگشایی می کنیم.